در این مسیر چیزهای زیادی یاد گرفتیم و هم تغییراتی در زندگی ما ایجاد شد، از اعتماد به نفس تا استقلال مالی. بیایم با هم بشنویم. در مسیر دیجیتال مارکتینگ آموختم که میتوان با خلاقیت رشد کرد و به اهداف بزرگ دست یافت و تاثیر مثبت اعتماد به نفس و فرصت جدید رو به من داد. چه چیزی واقعا بهتر از این میتونه باشه که خودت برای خودت تصمیم بگیری که از کجا و چه زمان کار بکنی. انعطاف پذیری بزنس‌های آنلاین واقعا فوق‌العاده است. یکی از تغییرات بزرگی که بزنس به زندگی ما آورده، کار فول تایم ما به پارت تایم تبدیل شده. انشالله که در آینده های بسیار نزدیک جایگزین کار اصلی خود می سازم. از وقتی که این بزنس آنلاین را شروع کردم زندگی من خیلی تغییر کرده است و من مهارت های خیلی خوبی را از بزنس یاد گرفتم و هم دوستان خیلی خوبی را از سرتاسر دنیا پیدا کردم، دوستان خیلی مثبتی را و هم یک زندگی شاد و موفق را در کنار خانواده‌ام دارم. این بزنس به من منفعت‌های زیادی داره. یکی از منفعت‌هایش این است که علم دیجیتال یاد گرفتم که این روز همه نیاز داره به این علم. ایمان و اعتماد به نفسم خیلی بالا رفته. کسب درآمد و آزادی زمان دارم که میتوانم خودم و دیگران را کمک کنم. من در این بزنس آموختم که رویاها با ایمان و تلاش به واقعیت تبدیل می شوند. زمانی که من سفر خود را شروع کردم در واقع خدمات تلفن و ایمیل لپتاپ من در چیزهای دیگه هم دست یافتم، از جمله از اینکه استعدادهایی در درون از من بود که من اونها رو هیچ وقت کشف نکرده بودم و این روز من توانستم که کار فول تایم خود را جواب کنم و به طور تمام خانه باشم و از خانه خود درآمدزایی کنم. این بزنس به من نشان داد که موقعیت چیزی نیست که از بیرون به ما برسد، بلکه از درون شروع می شود. از تغییر نگرش، از تلاش بی‌وقفه و از باور به این که هر مشکلی راه حل دارد اگر با ذهن باز و قلب امیدوار به آن نگاه کنیم. مطمئناً که از نظر مالی و اقتصادی رشد بیشتری داشتم. بیزینس بهم یاد داد که چطور میتونم محدودیت هام رو تبدیل به فرصت کنم. چیزهایی که در این بیزنس من دست آوردم، اول که در زندگی خود خیلی هدفمند شدم، دوم که من اعتماد به نفس پیدا کردم، سومیش علم مارکتینگ یاد گرفتم. در مسیر این بیزنس من یاد گرفتم که در زندگی خود باید هدفمند باشیم و با انگیزه خود پیشرفت کنیم و اگر به اعتماد به نفس خود اعتماد کنیم هیچ ممانعتی مانع کار ما نمیشه. این بیزنس سطح اعتماد به نفسم را بالا برده و متوجه پیشرفت‌های شخصی خودم هستم و در کنار فامیل و خانواده این بیزنس را بدون هیچ نگرانی پیش میبرم. در این بیزنس یاد گرفتم که مفکوری مثبت، انگیزه داشتن، تلاش و زحمت و استمرار کلید موفقیت است. تنها انگیزه‌ای که باعث شد من این بیزنس را انتخاب بکنم تا بتونم زندگی کارمندی خودم با آزادی مالی و زمانی تبدیلش بکنم. در این بیزنس یاد گرفتم که برای رسیدن به آرزوهایم باید خودم قدم بردارم و با تمام وجودم تلاش کنم. با این بیزنس توانستم در کنار فرزندانم باشم و هم فراگیری علم دیجیتال مارکتینگ و هم رشد شخصی داشته باشم. همین که میگیم کسب کار آنلاین در هر زمان و هر مکان هم بزنستان را پیش برده میتونین و هم میتونین سفر برین بهترین جای و بهترین منطقه. در مسیر دیجیتال مارکتینگ مهارت‌های آپدیت شده روز دنیا را یاد گرفتم و تغییر یا تاثیر مثبت آزادی زمانی و امکان درآمدزایی بیشتر به زندگی ما آورد. یکی از ارزشمندترین فواید این بزنس برای من این است که آزادی عمل دارم تا به فرزندانم، تحصیلاتم و درآمدزایی به صورت همزمان بپردازم. خداوند را شکرگزارم که چنین فرصت طلایی را در اختیارم قرار داده است. این بزنس انعطاف پذیری زمانی و مکانی بیشتر برای من داشته و همچنان وسیله این شده که برای خود و خانواده خود وقتی بیشتر بگذارم. با این بیزنس تونستم از داخل خونم به استقلال مالی برسم و در کنار رشد بچه‌هام خودم هم از لحاظ شخصیتی و فکری رشد فوق‌العاده‌ای داشته باشم.